اینجا میتونه کامنت بذاری. سلام به دوستان عزیز. امیدوارم که خوب باشید، روز و شبتون بخیر باشه. 4مین لایو بی استرس با دکتر استرس در خدمتون هستیم. عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک میگم، به همه ایرانی هایی که این عید رو گرامی میدارن و ذوقش رو دارن مثل خود من. مهم نیست کجای دنیا باشیم. عذرخواهی میکنم به خاطر صدام که یه مقدار گرفته است، سرما خورده هستم، ولی با قدرت یک چهارشنبه دیگه در کنار شما خواهیم بود. موزیک مشکل فنی پیدا کرده. خواستم که یه چند دقیقه‌ای که منتظر هستیم دوستان جوین بشن، مثل همیشه یه موزیک آرام بخش گوش بدیم و بعد هم دکتر سلطان زاده رو دعوت کنیم که مجدداً یک لایو دیگه باشون داشته باشیم و از راهنمایی هاشون استفاده کنیم. قلم و کاغذتون آماده باشه. من خودمم قلم و کاغذم رو توی اتاق جا گذاشتم. یک لحظه به من فرصت بدین، من میرم البته از همکارم میتونم استفاده. خب من آقای دکتر رو اد میکنم که دیگه لایومون رو شروع کنیم به امید خدا. یک دفتر. خب دوستان عزیز، من یه توضیحی بدم در مورد لایو گذشتمون که در مورد چی صحبت کردیم و الان میخوایم راجع به چی صحبت داشته باشیم. توی جلسه گذشته، یعنی تو لایو گذشته، یه خبر خوب دادیم، اون همین که مدیریت استرس و آرامش یک نوع مهارته و چون مهارت قابل یادگیریه، بنابراین نگران این نباشیم که اگر اضطراب داریم دیگه کاریش نمیشه کرد و ما میتونیم توی این جلسات، توی این لایف ها مهارت‌هایی رو به شما یاد بدیم که کمک بکنید، چه تو مسیر مهاجرت هستید، چه میخواین تو مسیر مهاجرت باشید، چه اصلا نمیخواید مهاجرت کنید. این لایف ها به درد شما خواهد خورد، به درد همه آدم هایی که زنده هستن و زندگی میکنن که بتونن استرسشون رو مدیریت بکنن. در مورد عوامل ایجاد استرس صحبت کردیم که گفتیم دو دسته هستن. دسته اول عوامل پرقدرت ولی کم تعداد و عوامل کم قدرت ولی پرتعداد. دسته دوم هم عوامل درونی و بیرونی. مثال زدیم برای عوامل فردی ایجاد استرس. گفتیم عوامل فردی مثل عدم مدیریت زمان،
عدم مهارت ارتباطات کلامی، عدم مهارت مدیریت مالی، عدم مهارت نظم و انضباط که یکی از مهمترین مسائل و عوامل فردی هست به نظر من، مخصوصا در مسیر مهاجرت. نظم و انضباط خیلی میتونه به شما کمک بکنه تو مسیر مهاجرت که مهاجرت راحت تری داشته باشید و اضطرابتون توی این مسیر بیاد پایین تر. عدم برنامه ریزی و هدف گذاری در زندگی بود به عنوان عوامل فردی ایجاد استرس، و عدم مهارت تصمیم گیری. 2 کتاب معرفی کردیم. من یک بار دیگه دکتر استرس رو اد کنم، فکر کنم نتونستن جوین بشن. 2 کتاب معرفی کردیم. یکی کتاب سلام، درود بر شما، درود بر شما. حال عرض شما، ادب. صبحتون بخیر. صبح شما. صداتون قطع شد آقای دکتر. صدا وصله؟ الان خوبه. درود بر شما. بذارید من این چی هم بزنم که من نمیدونم چرا اصلا برای من لایو چی نبود، فعال نبود تا من الان دیگه به آره من 2 بار زدم، شما جوین هی زدن unable to join، ولی دیگه دفعه سوم اوکی با شد. افتخار در خدمتیم. بریم خواهش بله. میکنم خواهش میکنم. من داشتم در مورد جلسه گذشته صحبت میکردم، مثال هایی که برای عوامل فردی ایجاد استرس رو زده بودیم داشتم صحبت میکردم. حالا اگه شما میخواین با مخاطبین سلام احوال پرسی داشته باشین، عید مبارکی، بعد او من بله. دوباره ادامه. انقدر اینجا ما فعالیت کاری داریم که سال نو هم در واقع خیلی زود گذشت این چند روز. عرض ادب و احترام میکنم. سال نوتون مبارک باشه. امیدوارم که سالی سرشار از آرامش، شادی، موفقیت، سلامتی کمی هم سلامتی باشه و ما بتونیم هر جا که نشستیم، هر جا که ایستادیم، هر جا که حرکت میکنیم خوشحالتر و شادتر و راضیتر باشیم. امروز میخوایم در مورد بحث مدیریت استرس کار رو ادامه بدیم. قرار هستیم مسیر طولانی برسیم کوه و دوستان حتما باید هر هفته باشن تا بتونن این مسیر رو با ما همراهی بکنن. با افتخار در خدمتم. سال نوتون مبارک. میکنم. بسیار عالی. بعد ما تو لایو گذشته 2 کتاب معرفی کردن آقای دکتر. یکی کتاب 54 اصل تصمیم گیری و یکی هم کتاب خودشون، کتاب دکتر استرس، که گفتم با افتخار فایل این کتاب رو برای افزایش آگاهی و کمک به مدیریت استرس عزیزان به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار میدن، که چند نفر از دوستان که تمایل داشتن به ما پیام دادن و ما این فایل رو در اختیارشون قرار دادیم. باز هم میگم اگر خواستین هم پیج آقای دکتر رو میتونید فالو کنید، پیج ما رو فالو داشته باشین، از طریق دایرکت با ما در ارتباط باشین، ما میتونیم فایل این کتاب رو برای شما بفرستیم. خب پس ما در مورد عوامل ایجاد استرس صحبت کردیم و صحبت خواهیم کرد چندین و چند جلسه، چون همونجور که شما فرمودین خیلی مسیر طولانیه، باید از کوه بریم بالا. خودمون رو آماده میکنیم من یه و مثال این که بزنم بله خانم سهیلا خانم. جان. ببینید خیلی جالبه. ما بچه‌مون وقتی که میرسه به مثلا 5 سالگی میگیم که بفرستیمش چیزی یاد بگیره. کجا میفرستیمش؟ مدرسه. 5 سالگی. آها همون مهد کودک دیگه. پیش دبستانی. پیش بله، دبستان. پیش دبستانی. سوال اینه آیا انتظار داریم تو سال اول انتگرال حل کنه؟ نه یعنی فرستادیمش پیش دبستانی، یه سال هم گذشته، انتظار نه داریم؟ نه اصلا. 12 سال، 12 ضرب در 365 روز، حالا بخشش هم تعطیل اونش حساب نمی‌کنیم، باید بره و بیاد، باید بشینه سر کلاس منظم مرتب بنویسه، امتحان بده، درس بخونه، تمرین کنه. تازه سال دیپلم اندفال اگه بهش بگید یه انتگرال حل کن، اگه خونده باشه، اگه تمرین کرده باشه، شاید بتونه اونو حلش کنه. سوال چجوری انتظار داریم که آرامشمون در بخش‌های مختلف زندگی در زندگی ما حضور داشته باشه، ولی ما با چندین
سال مطالعه، آگاهی، تمرین به اون برسیم. یعنی اصلا فکر نکنید بچه ها با یه صفحه خوندن و با یه 2 جلسه اومدن و با 2 بار تمرین کردن قراره که من امیدوارم که هر نقطه‌ای که میذاریم اون سیاهیه، یه نقطه‌ای که میذاریم سیاهیه کم میشه. یعنی اگر ذهن ما رو، زندگی ما رو الان سیاهی استرس های منفی پر کرده که کرده، من امیدوارم که با هر چیزی که یاد میگیریم یه نقطه‌ای بذاریم، ولی خیلی طول میکشه تا اون نقطه ها کنار هم قرار بگیرن. پس بنابراین ناامید نشید، مدام یاد بگیرید. حالا این جلسات هم بخشی از اون یادگیری های شماست. خب پس اگه طول میکشه این به این معنی نیست که مثلا من توی یه جلسه بیام همه رو درس بدم برم شما یاد میگیرید. نه، اینجوری نیست. باید حتما یه دوری برای خودتون بذارید، مثلا بگید 1 سال ما 1 سال در کنار شما قرار باشیم. یعنی مثلا اگر بگیم 50 تا لایو، چون یه سال تقسیم بکنیم مثلا فکر کنم 52 هفته میشه. خب 50 تا لایو ما بیایم و بریم تا بخشی از مدیریت استرس رو به شما درس بدیم، شما هم بخشش رو مطالعه کنید و بخشی از اون بخش مطالعه رو تمرین بکنید تا یه اتفاقی بیفته. اینو خواستم پس بگم که مرسی، دوستان اینجوری گمان واقعا نکنن. درسته. همه چیز با تمرین و ممارست به دست میاد. همینجوری یهویی به قول شما با یه صفحه کتاب و یه دونه پادکست و یه دونه لایو فایده ای همیشه نداره. بعد خودمون بچه رو مثال بزنید دیگه. دقیقا همیشه این بچه باید 12 سال بره، تازه بهش لایسنس اول میدن، دیپلم میدن، میگن دیپلم. حالا ما هر که دیپلم داره میگیم بی سواده. دقیقا. چقدر جالبه. بله بفرمایید، در خدمتم. من مثالای عوامل فردی رو زدم و قرار بود که ما ادامه بدیم. 20 دقیقه 25 دقیقه الان فرصت داریم. من از شما خواهش میکنم که شما شروع کنید که دیگه بیشتر بله فرصت هست. متشکرم. دوباره یادآوری میکنم دوستان، خیلی از اتفاقاتی که در زندگی برای ما میفته عامل اصلیش منم. این من هستم که موجب در واقع واکنش هایی میشه که در زندگی به عوامل بیرونی نشون میدم. کسی دیگه نقش نداره، اول منم. حالا حداقل اینجوری بگیم که بعد خیلی ها جبهه نگیرن. اول منم. یعنی اگر مثلا ازدواج یک عامله، پس منم که دارم انتخاب میکنم یا واکنش نشون میدم نسبت به این عامل. اگر رانندگی یک عامله، منم که دارم. پس عوامل همه هستن، اما اون چیزی که خیلی مهمه من مجید سلطانزاده هستم. پس در وهله اول تو حوزه مدیریت استرس میرم سراغ من. به همین دلیل گفتیم عوامل من، عوامل فردی، عوامل درونی، همینا مثل همن. پس حالا اگه قرار آرامشم بیشتر بشه، اول باید برم میگه ما درون را بنگریم حال را. اول بدم سراغ خودم. به خاطر همین عوامل فردی ایجاد استرس خیلی مهمه. خیلی مهمه. کسی که میخواد مهاجرت بکنه، اولین چیزی که مهمه افزایش مهارت‌های فردی زندگیشه. نمیتونه بگه حالا چون شوهرم مثلا مهارتاش خوبه یا ضعیفه یا بالاه، زبانش خوبه پس منم. نه، تو هم باید زبان قوی کنی. تو هم باید مهارت ارتباطات رو قوی کنی، وگرنه در این دنیا، در کشور کانادا، هر کسی به طور مستقل زندگی میکند. زن و شوهر وقتی میان یه زیر سقف میشن خانواده، همین که صبح میشه میرن سر کار، میرن بیرون، میشن یه فرد مستقل. حتی بچه هم اینجوری وقتی 16 سالشون میشه تقریبا مستقل میشن. 18 سالشون میشه دیگه قانونا استقلال دارن، میتونن از خونه برن بیرون. پس عوامل فردی بسیار مهمه دوستان. اگه میخواید مهاجرت بکنید، اولین چیزی که باید بهش نگاه کنید عوامل فردی. و یکی از اون عواملی که میتونه موثر باشه در مهاجرت بحث استرسه. خب در جلسه قبل چند تا عامل رو اسم بردیم. گفتیم که یک، اگه یا خاطرتون باشه، گفتیم مثلا نظم و انضباط. دقیقا قبل از اینکه شما جوین بشین من اینو توضیح دادم به دوستان. گفتم نظم و انضباط یکی از عوامل فردیه که مستقیما تو مسیر مهاجرت میتونه شما رو
بالا و پایین ببره. یعنی انقدر این موضوع مهمه، جز عوامل فردی استرس، که اصلا یعنی مستقیما مسیر مهاجرتی رو تحت بعد تاثیر خودش قرار میده. دومین چیزی که اتفاقا دوباره به مهاجرت خیلی ربط داره، برنامه ریزی، برنامه هدف ریزی دقیق. گذاری. من چرا دارم میرم کانادا هستم؟ بسیاری از آدم ها اومدن اینجا و موفق نبودن، حتی دقیقا افسرده شدن، برای اینکه اینا هیچ هدفی نداشتن. هدف مثلا تو این 2-3 سال گذشته به خاطر قانون ورک پرمیت ایرانیا خیلی ها بدون برنامه فقط یه بلیت گرفتن و مهاجرت کردن حالا بدون من اینکه هیچ بله آیدیایی داشته بله باشه. بله من میخوام اینجا اشاره بکنم به دو تا کلمه: هدف و هوس. این چقدر جذابه این دو تا، هر دوشون با ه شروع میشه. هدف و هوس، این دو تا خیلی شبیه همن در معنا. من دقیقا هوس میکنم برم کلاس زبان، من هوس میکنم برم کانادا، من هوس میکنم شیرینی بخورم، من هوس میکنم وزنمو کم بکنم، من هوس میکنم لیسانس بگیرم. اینا هوسه. اما وقتی میگیم هدف، اون خواستن به تمام معناست. میگن یکی اینو خیلی این داستان خیلی شنیدید. میگن که شاگردی اومد پیش استادش، گفت که میشه به من یاد بدی که من چجوری خیلی به موفقیت برسم؟ گفت باشه، فردا صبح بیاد کنار آب، اونجا بهت یاد میدم. رفت کنار آب و استاد شاگردش برد جلوتر 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 جلوتر، شاگرده تا اینجا رفت زیر آب. بعد استاد دستشو گذاشت رو سرش، کردش زیر آب. همینجوری زیر آب هر چی این دست پا میزد این نمیورد، دست پا دست پا دست پا دست داشت دیگه، نزدیکایی بردن بود که این دست رو ول کرد اومد بالا. شاگرده گفت استاد این چه کاری کردی داشتی میکردی؟ من داشتم میمردم. گفت اون موقعی که اون پایین بودی به چی فکر میکردی؟ گفت فقط فکر میکردم که چجوری زنده بمونم. گفت اگر تو وقتی میخوای موفق بشی در همین حد بخوای، در همین حد بخوای، من فقط داشتم تلاش میکردم که زنده بمونم و به اون فکر میکردم. حالا در واقع وقتی میگیم هدف یعنی این، یعنی این که ما یک برنامه داریم، با تمام وجود در جهت اون برنامه حرکت میکنیم. میدونید که هدف داشتن با برنامه داشتن فرق میکنه. برنامه داشتن به معنای نوشتن آنچه که ما باید انجام بدیم و اولویت بندیشه. هدف داشتن به معنای داشتن برنامه، مشخص کردن مسیر و چگونگی مسیر و بعد آخر کار اکشنه. میشه یه بار دیگه اینو بگین؟ بله، برنامه داشتن میشه برنامه ریزی به معنای نوشتن وظایف مختلف به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه است، به اضافه اولویت بندی اون برنامه ها. به این میگم برنامه ریزی. چون میدونی که در برنامه ریزی اگه ما برنامه رو بنویسیم ولی اولویت بندی نکنیم، برنامه ریزی درستی نه. نیستش. پس حالا خلاصه بگفتیم، برنامه ریزی یعنی نوشتن وظایفی که ما در طول روز، هفته، ماه، سال داریم و اولویت بندی کردنشون. حالا اگه اجراش هم نکنیم بازم برنامه ریزیه. برنامه ریزی ما کن. برنامه ریزی کردیم، ممکنه اجرا نکنیم ولی اسمش برنامه ریزیه. ولی وقتی میایم تو هدف، میشه داشتن برنامه به اضافه، معذرت میخوام، اول داشتن چشمانداز، بعد داشتن برنامه برای اون چشمانداز، بعد مشخص کردن مسیر، چگونگی رسیدن به اون برنامه، و در نهایت آخرین بخشش مهمه، اقدام، اکشن، اقدام. به این 4 تا مرحله میگن هدف داشتن. خب پس هدف داشتن با هوس داشتن فرق میکنه. دوستان اگه هوس کردید بیاید کانادا، نیاید لطفا. دقیقا آره، یه ذره هوستون رو با 4 تا مسافرت رفتن اینها برطرف کنید، برای اینکه خیلی و دقیقا سخت. همین آقای دکتر باعث شد که توی از سال 2023 تا الان که حالا تقریبا 2 سال این قانون بود، خیلی از ایرانی های عزیز، هموطن های عزیزمون
بدون برنامه ریزی، بدون اینکه مهارتاشون رو برده باشن بالا، مثل زبان انگلیسی، مثل یا حالا هر چیز دیگه ای، اومدن اینجا حتی برنامه ریزی مالی نداشتن، با جیب خالی فقط اومدن اینجا ورک پرمیت رو گرفتن و سوشال مدیا پر شد از اینکه کانادا بدترینه. چرا؟ کانادا کارگیر نمیاد، کانادا نمیدونم آدم رو به هم دیگه احترام نمیذارن، کانادا کسی بلد نی رانندگی بکنه. بعد من که مشاوره میدادم، خب روزانه من با 2-3 نفر حداقل مشاوره دارم، هی همه میگفتن سهیلا جان مطمئنی کانادا خوبه؟ آخه میگن از ایران هم بدتر شده. ببینید چه حجمه ای از اخبار منفی ایجاد شده بود که واقعا آدما نمیتونستن تفکیک کنن و حقم داشتن، به خاطر اینکه واقعا فکر میکردن که همیشه کانادا اینجوری بوده. بعد مثلا افراد زبان بلد نبودن، اومده بودن اینجا فقط رفته بودن توی یه سری از سوپرمارکت های ایرانی یا محیط ها و کامیونیتی های ایرانی دنبال کار میگشتن. مگه مثلا سوپر پرشیا چند تا نیروی کار میخواد؟ 10 تا دیگه. این همه آدمی که اومدن که زبان بلد نیستن که نمیتونن برن داخل پرشیا. یعنی من به کلاینت ها میگفتم زبانتون رو تقویت بکنید، برید تو محیط های غیر ایرانی اپلای کنید، رزومه نویسی رو یاد بگیرید. من تو همین 2-3 سال افرادی که دیدم که با برنامه ریزی اومدن مهاجرت کردن، واقعا تو 1 ماه اول کار ماهرانه، یعنی با رزومه و سطح زبانشون تونستن پیدا بکنن. کاملا با تو موافقم. پس عامل هدف گذاری و برنامه ریزی و هدف گذاری، این 2 عامل بسیار مهم برای کاهش استرس در مهاجرته. دقیقا. سومین چیزی که ازش یاد کردیم مهارت تصمیم گیری بود. گفتیم کسایی که میخوان مهاجرت بکنن باید مهارت تصمیم گیریشون رو بالا ببرن. چرا؟ چون نداشتن مهارت تصمیم گیری مساوی است با افزایش استرس در همه مراحل زندگی، به ویژه در مهاجرت. پس ما کتاب به این دلیل معرفی کردیم، کلاس های مختلفی هست، حتما برن و مهارت تصمیم گیری رو یکم روش یه ذره، حالا ما نمیگیم برن پروفسورش بشن، ولی یه ذره مهارت تصمیم گیریشون رو ببرن بالا. تصمیم گیری یک علمه، یک دانشه، یک مهارته، مثل هر چیز دیگه. نکته دیگه که راجبش صحبت کردیم همین چیزی که شما اشاره کردید، یعنی نداشتن مهارت مدیریت مالی. ببینید $1 مساوی است با الان حدود 70,000 تومان. خب فردی که میخواد بیاد اینجا زندگی کنه باید حداقل 1 سالش رو بتونه برنامه‌ریزی مالی داشته باشه، که باید فکر کنه که ممکنه 1 سال نتونه بره سر کار، ممکنه 1 سال بخواد بره زبان بخونه، کورس بخونه، کار دیگه انجام بده. پس باید بتونه مدیریت مالی بکنه. افرادی که مهارت مدیریت مالیشون ضعیفه به شدت اینجا دچار استرس فراوانه. اصلا بزرگترین استرس در کانادا عدم مدیریت مالیه. یعنی اوله. اگه از من بپرسن اولین عامل ایجاد استرس در کانادا چیه، میگم نداشتن مدیریت مالی. افراد هستن، آدم‌هایی هستن 30 سال اینجا زندگی میکنن، هنوز مدیریت مالی ندارن و هنوز ضعیفن. پس مهارت مدیریت مالی خیلی مهمه. مثلا موضوع که از ایران، خب مثلا ما وقتی تو ایران هستیم خیلی چیزا رو میدونیم و بلدیم، مثلا نرخ بهره چیه، مالیات رو چجوری بدیم، چجوری بپیچونیم، چجوری در بریم، چجوری پرداخت کنیم. ولی وقتی میایم اینجا واقعا گیج میشیم. یعنی باید آگاهیمون رو ببریم بالا اگر بخوایم که این مدیریت مالی رو انجام بدیم تو بحث مهاجرت. من بدون آگاهی واقعا بله نمیشه. امروز یک کلاینت داشتم از من میپرسید که ما اگه بخوایم مثلا آیا پولی رو اینجا بذاریم تو بانک آیا به ما سود میدن؟ ببینید همجوری که میدونید بانک ها اینجا سود نمیدن، بله. بلکه شما پول که میذارید اگر خیلی دیگه پول و مثل تو ایران سپرده بهش میگن، دست بهش نزنید سپرده کنید، 1%، 2%. خب حالا آیا کار دیگه میشه کرد؟ برای کار دیگه میشه کرد، ولی نکته اینه که اگه ما مدیریت مالی اینجا رو بلد نباشیم، ما 30 سال هم اینجا هستیم داریم استرس مالی میکشیم. پس عدم مدیریت مالی.
نکته بعدی که میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به کاهش استرس مهاجرت، به خصوص تو حوزه فردی، در واقع موضوع ژنتیکه. بهش میگیم، اینجوری من بگم، عدم توجه یا بی‌توجهی به عامل ژن یکی از عوامل فردی ایجاد استرسه. میشه شما توضیح بدید این چیزی که گفتم رو؟ یعنی مثلا تو خانواده مثلا از پدر مادر به ارث برده باشیم، از خواهر برادر به ارث برده باشیم، این واقعیته. وقتی ولی شما توی محیطی بزرگ شدین که اون شخص استرس داشته، منتقل میشه دیگه خب ژنتیک. ولی بی‌توجهی به این عامل فردی ایجاد استرسه. یعنی من پدرم، مادرم، پدر بزرگم، عموم، داییم، خالم، برادرم، اینها قبلا نگاه میکردم، میدیدم اینا اضطراب دارن، نگرانی دارن از رفتارشون، دکتر میرن، دارو میخورن، ولی بی‌توجهی کردم. بی‌توجهی به عامل ژنتیکی ایجاد استرس یکی از عوامل فردی ایجاد استرسه. جمله رو ببینید. یعنی من بی‌توجهم نسبت به این عامل ژن، ولی یه دفعه چه اتفاقی میفته؟ من مریض میشم، من زندگیمو از دست میدم. و به همین دلیله که این عامل قوی ترین عامل ایجاد استرس فردیه. یعنی من دقت نمی کنم که من ممکنه من ژن استرس باشه. بنابراین وقتی که میرم توی دل استرس که مهاجرت یکی از در واقع موضوعاتی است که در ضمنی که رو به تعالی و رشده، ولی خود عامل که مثبته میتونه استرس منفی رو بیاره. گفتیم مثل ازدواج، مثل بارداریه، مثل کنکوره، مثل درس دانشگاه، همه اینا خوبن، ولی میتونه استرس باشه. پس عدم توجه به عامل ژنتیک. یکی دیگه از عوامل، من اینا رو میگم یکم سریعتر رد میشم که 5 دقیقه دیگه تمام کنیم، 3 دقیقه دیگه تمام کنیم. یکی دیگه از عوامل مهم در واقع فقدان مهارت یا ویژگی مسئولیت پذیری است. آدم که بی‌مسئوله، ایمیلش اومده یه هفته نرفته چک کنه، تماس باش گرفتن جواب نمیده، یادش میره جواب بده. مسئول. ببینید دوستان، در زندگی ما یه واژه داریم به این مسئولیت. هر کسی مسئول یه سری کاراست. من اگر پدر میشم مسئولم. من اگر میگم میخوام مهاجرت کنم، از اون لحظه به بعد تا قبلش هیچ مسئولیتی در مقابل این واژه نداشتم، یعنی مهاجرت. حالا که میگم من میخوام مهاجرت کنم، مسئولیت واژه مهاجرت میاد رو شونه های من. حالا اگه من مهارت مسئولیت پذیری نداشته باشم، اگر ویژگی یا صفت مسئولیت پذیری در من پایین باشه، استرس های من چندین برابره. پس فقدان ویژگی مسئولیت پذیری یا نداشتن مهارت مسئولیت پذیری. یه نکته دیگه هم بگم و این جلسه رو تمام بکنیم. ببینید دوستان، میخوام یه نکته نهایی که میخوام بعد از 50 جلسه بگم و الان بهش اشاره بکنم، دوباره در طول مسیر خیلی بهش اشاره میکنم. مهمترین عامل ایجاد استرس فردی ما در ما ایرانی ها نداشتن مهارت آرامشه، یا اینجوری هم تعبیرش بکنم، عدم توانایی در کسب آرامشه. یه توضیح کوچولو بهش میدم. من توی کتابم، تو همون کتاب دکتر استرس، یه جا نوشتم ما همه معتاد شده ایم. یعنی چی؟ بعدش نوشتم تو توضیحش، ترک اعتیاد موجب مرض است. یعنی کسی که، حتی شمایی که دارید این لایو رو گوش میکنید، حتی من و شما که ایرانی هستیم، چون ما رو معتاد کردن، چون محیطمون، چون ژنمون، چون پیشینیانمون انقدر بالا پایین شدن و این میزان استرس، اضطراب و نگرانی در پوست و خون ما رفته، در ما همه معتاد شدیم. زمانی که تصمیم میگیریم آرامش داشته باشیم، ما اذیت میشیم، میگیم چه کاریه، اصلا آرامش مگه خوبه؟ اگه خونتون
ساکت باشه میگید حتما یه اتفاقی افتاده، تلویزیون رو روشن کن ببینیم، یه ذره سر صدا بکن ببینیم چه خبره، چرا اینقدر ونکوور آرومه. بازم خوش به حال تهرانی‌ها که تو اون دود و دم و بوق دارن زندگی میکنن، بارها شنیدیم. پس عدم، خوب گوش کنید، این مهمترین عامل فردی ایجاد استرس در ما ایرانی هاست، عدم توانایی برای کسب آرامش. ما توانایی برای پول درآوردن زیاده. چرا؟ چون مدام دنبالش میدویم که پول در بیاریم، ولی دوندگیمون برای آرامش کمه. دلیلش اینه که تواناییمون پایینه. پس آخرین عاملی که امروز ازش یاد کردم که خواهش میکنم، حالا چرا اینو گفتم، میخوام بگم خواهش میکنم از افرادی که ما رو میبینن اقدام بکنن برای افزایش آرامششون، یعنی تواناییشون رو بیارن. یعنی اینکه این منقل بسیار قوی استرس رو اگر دارن میکشن هر روز، تعدادش رو کمتر کنن. اگه 10 باره بکننش 9.5، 9.75، بعد 9. نمیخوام یه دفعه بندازیمشون وسط اقیانوس آرام. نوشتن که چه جوری آخه با وجود کلی فکرای زیاد آدم بتونه آرامش داشته باشه. بله. خب این همون مسیر 50 جلسه ایه. ببینید وقتی میگیم فکر و آرامش به معنای در واقع پاکسازی فکره، یعنی فکر رو باید آروم بکنیم. حتما در جلسات طولانی، در جلسات متعدد من در مورد راهکارهای افزایش آرامش فکر، آرامش جسم و آرامش روح به شما خواهم گفت. ولی بازم اصرار میکنیم راحت ترین کار برای آرامش فکر مدیتیشنه. دوستان ریلکسیشن، مدیتیشن و ذهن آگاهی سه کلمه، سه واژه متفاوتن. اینم پایان جلسمون برای اینکه این دوستمون عزیزمونم متوجه بشن. ذهن آگاهی یعنی شما ذهنتون رو، فکرتون رو به واسطه مطالعه‌ای، به واسطه یک موسیقی کلاسیکی، به واسطه یک خواب مناسب، به واسطه یک استراحت، ذهنتون رو آرام میکنید. میرید با یه مشاور میشینید، ذهنتون کمی آرام میشه، میشن ذهن آگاهی. 2 ریلکسیشن، شما رو مبل دراز میکشید یه فیلم میبینید، ریلکس میشید. شما یه ذره پیاده روی میکنید، ریلکس میشید. اصلا شما یه ذره میرقصید، ریلکس میشید. یکم آب گوارا می نوشید، خیلی ریلکس شدم. میگن یه ذره آب بخور آروم بشی، ریلکس بشی. ولی مدیتیشن به معنای آرامسازی فکر و جسم در یک مکان مشخص و زمان مشخص به واسطه تنفس عمیقه. این خیلی خلاصه مدیتیشن بود. یعنی کسی میخواد مدیتیشن بکنه باید یه جای مشخصی بشینه، متمرکز بشه، فکرش و جسمش رو یه ذره متمرکز کنه، چند تا نفس عمیق. آخه این ساده ترین نوع مدیتیشنه. پس مدیتیشن یکی از راهایی است که میتونه فکر رو آرام کنه، یکی از هزاران راه. دو تمرکز. اگه کسی میخواد فکرش آروم تر بشه باید قدرت تمرکزشو بالا ببره. حالا اینکه چجوری تمرکزمون بالا ببریم حتما در جلسات خواهیم گفت. مرسی، ممنونم. اون طبق روال همیشگی یه چند تا نفس عمیقم بریم بله. لایو رو تموم کنیم. آهنگر میذاری؟ یه موزیک بذاریم و بله همیشه یادون باشه موسیقی به اضافه آروماتراپی که بعداً آروماتراپی رو درس میدن، رایحه درمانی بهش میگن. در مدیتیشن رایحه و موسیقی 2 ابزار کمک کننده به افزایش مدیتیشنه، یعنی افزایش نتایج مدیتیشنه. خودمون رو آماده میکنیم، یه ذره حرکات کششی انجام میدیم.
آرام. 4 نفس عمیق. ممنونم. مثل همیشه صورت رو نوازش میکنیم. بله. دست ها رو آرام باشید و شاد و سرزنده. تا چهارشنبه دیگر در خدمتتون هستیم. روز خیلی خوبی بی داشته باشین. مرسی. استرس با دکتر قربون استرس. شما. مرسی، ممنونم از همگی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.